سلام بچه‌ها، چطورید؟ من از حموم اومدم و کلا نیم ساعت وقت دارم که حاضر شم. میخوام دوستم برم بیرون، موهامو اول ببندم یا اول آرایش کنم، نمیدونم. خیلی دیرمه، بلا تکلیف تمامم و موهام خیلی خیسه. میبندمشون دیگه. خیلی ساده اینجا با وصلی بالا میبندم. خب بچه ها، من آماده شدم، موهامو سشوار کشیدم، خیلی سشوارش بد شد ولی خب اوکیه. و به خاطر این که دومسمه خیس بود، پشت لباسم کامل خیس شده. خب بچه ها، مام میزنیم. بچه مام رولی آمبرلا خیلی خوبه، جوری میچرخونی دیده میشه ازش مواد میاد. خیلی دوستش دارم. بعدش هم مناسب کنم 270 اینا خریدم اینو. بچه موهام خیلی رو مخمه ولی خب هیچ کارش نمیتونم بکنم. میذارم همینجور بمونه چون اگه باز بدم پشتم کارش خراب میشه. موهام خیسه هنوز، خیلی زایت پشتم خیسه، جونم خشکه. خب هیچ کار کنم. واسه امروزم این کتم میخوام بپوشم که نمیدونم دیده میشه. شلوار آبی پوشیدم با این کتمم میارم روش. این کتم خیلی دوست دارم، چند وقت بود نمیپوشیدمش، نمیدونم برای چی. که الان موقعشه که بپوشیم. آستیناش هم میدم بالا. ای وای استفان خوب وای نمیسته، چرا آستیناش هم تا میکنم. بچه بکنم یه رو وقت دارم، دیرم شده. الان بازم بهتون میگم یه رو وقت دارم. نگاه ساعت کردم 5 دقیقه کنم وقت دارم. باید کم کم برم دوستان. آستیناش هم تا زدم. بریم که خیلی دیره. خیلی هوا خفه است، انگار دم داره و گرمه. چطورید؟ ظهرتون بخیر. خب من دیر بیدار من 12 بیدار شدم و تا الان با جوشم، یه جوش جدید دوباره زدم. این خوب شد، این اومد یکم کبود شده دیگه، جوش نیست، کبود شده. آره دیگه با خیلی رو مخمه. بین نقل نکنید دیگه. الان ساعت 2:30 و من ساعت 12 بیدار بودم دیگه، پای گوشی بودم. میخوام تا نهار آماده شه تمرین نقاشی من انجام بدم. دیگه بزن بریم.